سر از فردا 23 اکتبر در تاجیکستان رایدهی پشکی در انتخاباتی ریاست جمهوری شروع می شود و شهروندانی که به خارج سفر می کنند حق دارند به نامزد دلخواهشان رای دهند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان می گوید کارهای لازم در این زمینه را انجام داده است. 23 اکتبر سر کرده در участок انتخاباتی برای شناسایی عمومی پیشنهاد کرده می شود. اگر بعد از این در روز انتخابات در جای اقامت نباشد، یعنی که به اون سفر خدمتی رود از حدود جمهوری برآید، میتواند که با آمده از участок ورقه انتخابات گیرد، در اونجا با این ورقه آغاز دهد. رای دهندگان باید تنها در حوزه انتخاباتی خود رای دهند. انتخابات ریاستی جمهوری 6 نوامبر برگزار می شود و در آن 6 نامزد از جمله امام علی الرحمن شرکت می کنند. سازمان ملل متحد از دولت تاجیکستان خواسته است برای محو خشونت و زوراوری علیه زنان سعی بیشتر کند. بعد از ارزیابی‌های اقدامات کشور برای بالا بردن مقام زن در اول همین ماه، سازمان ملل گفت هرچند دولت تاجیکستان در مراعات حقوق زنان به پیشرفت‌های دست یافته است، اما هنوز هم زوراوری نسبت به زنان تاجیک زیاد است. سازمان ملل از جمله از منع رفتن بانوان به مسجد و نکاح‌های بروقتی در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. در ولایت سوخت به تعدادی از معلمان معاشی کم دادند، هرچند قرار بود مزد کاری آنها 30% بالا برده شود. تأخیر در محاسبات بعضی از مکتب‌ها سبب پرداخت نکردن معاش کامل آموزگاران بوده است. ریاست معارف ولایت وعده داده است که ماه آینده حق باقی مانده و مزد کامل آموزگاران را می‌پردازد. رئیس جمهوری تاجیکستان ماه اوگوست امر داد که مزد کاری کارمندان نهادهای بودجوی از جمله آموزگاران تا 35% بالا برده شود. در کۆلоб آمادگی‌ها به پیشوازی امام علی الرحمن ادامه دارد که قرار است به زودی به همینجا سفر کند. برای آمادگی به پیشوازی رئیس جمهوری تاجیکستان 10,000 محصل و دانشجو را سفربر کردند. مقامات کۆلоб میگویند که شرکت در این مراسم‌ها مجبوری نیست و آنها به پیشوازگیری پرزیدنت جلب شدند که می‌خواهند امام علی الرحمن را از نزدیک ببینند. انتظار می‌رود امام علی الرحمن آخر همین ماه به شهر کۆلоб سفر کند. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان شیوه‌های حفظی ببری برفی را بررسی می‌کنند که در تاجیکستان سکونت دارند و خطر نابودی به آنها تهدید می‌کند. تخمین می‌شود که در سراسر جهان از 3.5 تا 7,000 ببری برفی باقی مانده است و تقریباً 300 عدد آنها در کوههای تاجیکستان لانه دارند. در نشستی بیشکک نمایندگان کشور نیز شرکت می‌کنند و قرار است در پایان آن یک برنامه بین‌المللی برای حفظ این جانور نادر و زیبا قبول شود. شوکت جان رحیموف مشتزنی تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس جهان در شهر الماتو از رقیب قرقیز شکست خورد. اگرچه مشتزنی تاجیک در دو دور اول رقیبانش از انگولا و سربستان را مغلوب کرد، اما در رقابت شام 21 اکتبر با یرمک سکنوف مشتزنی قرقیز نتوانست که موفقیتش را تکرار کند. اخباری از این هم بیشتر در تورنمای رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم در تلفن همراهی شما.